خب این فلسفه چی هست که تو درسشو خوندی؟ فلسفه؟ والا چطوری بگم؟ شما که تعریف فلسفه رو متوجه نمیشین. پس بذارید یه مثالی براتون بزنم ها. ببینم الان ما توی این سفره چند تا تیکه مرغ داریم؟ خب معلومه 2 تا تیکه. نده اشتباه میکنید. ایوا مادر مگه تو چند تا تیکه مرغ تو سفره میبینی؟ نگاه کن. این یه تیکه مرغ. خب این 2 تیکه مرغ. درسته؟ 1 و 2 روی هم چند میشه؟ 3. خب پس من طبق فلسفه ثابت کردم که توی سفره 3 تا تیکه مرغ وجود داره، نه 2 تا. حالا فهمیدیم فلسفه یعنی چی؟ پس فلسفه به این میگن؟ بله اینم تقریبا یه نوع فلسفه است. خیلی خوب. پس این تیکه مرغ اولی مال مادری، این تیکه مرغ دومم مال من، این تیکه مرغ سومم طبق فلسفه مال خودت.